خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. انشالله که حالتون خوب باشه. ادامه مبحث ولوم تریدینگ به صورت گسسته و با حجم صرافی ها در نرم افزار ATAS رو در خدمت شما هستیم. جلسات گذشته کندل نزولی و دلتای منفی و پوک قرمز بر روی بدنه بررسی شد و بریم بر روی شادو رو با هم ببینیم. خب یه موردش که نیاز به بررسی نداره، چون حالتی است که چیز خاصی به ما نمیده و باید کندل بعدی بررسی بشه. و حالت بعدیش که بر روی شادو هست و در پایین کندل هست رو با هم بریم ببینیم که به چه صورت هست. یعنی باید بگردیم دنبال یک کندل نزولی که دلتای منفی، دلتای پوک قرمز و بر روی شادو و در پایین کندل مقدار پیدا کردن کندل نزولی که شادو پایین داشته باشه، اون هم در کلاستر پروفایل یه مقدار سخته. خب و میبینید که اکثرا به این صورت هست. حالا اونایی که یک تیک هم هست به عنوان ویک کندل های ضعیف، در واقع دوجی ها رو به این صورت در نظر گرفتیم، اونها به کنار. ولی یه نیم نگاهی بیاندازیم ببینیم که آیا یک کندل نزولی که شادو پایین داشته باشه آیا هست و در موردش صحبت بکنیم، ببینیم که به چه صورت هست. خب جلسات گذشته صحبتی که کردیم در مورد این قسمت صحبت نکردیم، این که کندل بعدی بررسی بشه چرا. خب یعنی هیچ آماری به ما نمیده. ببین توش تناقض زیاد وجود داره، یعنی گاهن یک چرخش رو به ما میده بسیار عالی به شرطی که روی یک سقف یا یک کف روزانه باشه، اما خیلی وقتها هم روی همون سقف یا یک کف روزانه کاملا میاد میگذره و بیارزش میکنه تحلیل رو. بنابراین بهتره که ازش بگذریم و کندل بعدی رو بررسی کنیم. تو حالت عرف چرخشه مد نظر هست، اما نگاه کنید مثلا یک کندل نزولی اینجا، این کندلی که اینجا هست من روش خط عمودی بیاندازم، این دلتاش منفیه، دلتا پوک منفیه و به این صورت خب مثلا یه همچین انتظاراتی ازش وجود داره، ولی خیلی وقتها این اتفاق نمیفته. خب نگاه الان همینجا باز دوباره ببین این کندل، میبینید؟ ببینم این پوکش چه رنگیه. این کندلی که اینجا خط انداختم پوکش آیا قرمزه؟ حالا این که این بالانسش سبزه هیچی، ولی این یکی رو نگاه کنین، مثلا اینی که اینجا هست همه مشخصات رو داره طبق همین چیزی که ما میخوایم. کندل نزولی دلتا منفی، دلتا پوکش قرمزه و در بالای کندل بر روی شادو این بالانس هم قرمز. ببین بالانس، ببینم نه این بالانس نداره، ببخشید عذرخواهی میکنم. بگردیم دنبال این بالانس قرمز. ما دو تا مثال زدیم، هر دوتاش اینجا نگاه، نه اینم این بالانس سبزه، ببخشید این بالانس مجددا سبزه. اینجا نگاه کنید این بالانس قرمزه ولی نداره اون چیزی که ما میخوایم. اینجا سبزه و بریم این نیم نگاهی بیاندازیم. حالا من اینجا هم این بالانس سبزه و این هست. نگاه کنید اینی که اینجا هست. خب کندل نزولی دلتا منفی، این بالانس قرمز، پوک قرمز، همه شرایط
و اتفاقی که افتاده روی سقفی هست و چرخش انجام شده، به زیبایی هم چرخش انجام شده. خب پس دیگه تمام دیگه، همیشه چرخش و فلان و اینا، ولی نیست اینجوری، چون خیلی از حالتها هست که ما میبینیم این اتفاق میفته، ولی اینجا مثلا نگاه کنید، حالا این که سبز دوتاییه، نه این حالت رو داریم توضیح میدیم. این حالت رو فعلا چرا گفتیم کندل بعدی بررسی شود، یه کوچولو با هم وقت بذاریم، اب نداره، تحمل کنید بنده رو. و حالا اینکه این بالانس نداره هیچی، یعنی هر دوتا این بالانس اصطلاحاً جفت این بالانس هاست که هیچ ارزش خاصی نداره. و ببینید اینجا هم هست با دلتای منفی کندل نزولی، البته این سبزه هیچی، اینجا هم نه، روی شادو نیست، پوک های روی شادو، اینجا سبزه، این بالانس ها سبز هست، این جفت این بالانسه هیچی، این هم جفت این بالانسه. خب اینجا بدون این بالانسه، این رو شادوی بالا خب عرفن اینجا هم هست، میبینید این کندل، خب و روی یک سقفیه یه چرخشی هم داده، فعلا این چرخش مورد تاییده، اینجا هم هست منتها دلتاش مثبت، دقت کنید. خب اینجا دوتا این بالانسه، اینجا سبز پوکش، اینجا دوتا این بالانسه، اینجا این بالانس قرمزه و اینجا هم همچنین و چرخش رو داده. ببین الان ما 4-5 مورد کندل نزولی، دلتا منفی و اینجا این یکیه و دلتای پوک قرمز و این بالانس قرمز دیدیم، یه توقفی قبلش بوده و همطور که میبینید یه 2000 پشت سرش ریخته. خب اینو نمیتونیم در نظر بگیریم، دلتاش مثبت. و آیا همیشه اینجوریه؟ نه، همینم جلوتون، نگاه همین الان شاهد از غیب رسید، ببین کندل نزولی، دلتا منفی، دلتا پوک منفی یا قرمز، این بالانس قرمز، چه خبر شد پشت سرش؟ مقدار ریزش این از این سقف تا این کف اگر بخوایم به پیپ حسابش بکنیم، یا معذرت میخوام انقدر تو فارکس گفتیم پیپ، به درصد حساب بکنیم درصدش هست 53,000، صدم نیست، دقت کنید، 53,000 یعنی 5/10. خب 5 درصده. شما 11 صدم باید بذاری روش تحویل صراف بدی برای فی. خب این هیچ، ولش کن، خب اصلا ارزشی نداره. پس بنابراین ما الان چندین مورد دیدیم خیلی خوبه، چرخش به ما نشون میده، ولی مواردی هست که این چرخش دیگه خیلی داستان داره و بسیار ضعیفه و اصلا نمیشه کنترلش کرد. روی این حساب اینی که اینجا هست نوشتیم آقا به کندل بعدی رجوع بشه در واقع. خب به کندل بعدی باید اینجوری میبشیم، اگه کندل بعدی نزولی باشه خب ادامه روند نزول رو خواهیم داشت پس از این چرخش، ولی اگر کندل بعدی نه، خب هیچی، کندل بعدی صعودی بود یا شرایطش متفاوت بود، هیچی، نتیجه میگیریم که باید اون کندل رو بررسی کنیم. روی این حساب از این میگذریم، اینو دقت بفرمایید، گاهن پیش میاد در جلسات آتی این کار رو خواهیم کرد. دلیلش یه همچین چیزهاییه، فردا پس فردا شما توی ترید میرید و نتیجه قابل قبولی نمیگیرید و داستان میشه. اینو دقت بفرمایید. ببین فیک نیست، چرخش
داده، اما درصدش خیلی پایینه. خب بعد شما بیاید سیستم هم براش طراحی بکنید که آقا من این چیزو جمعش کنم فلان اینا، نمیشه واقعا. درسته؟ یعنی شما VAH VAL هر کدوم بلایی بخوای سرش بیاری برای روزهای گذشته چیزی عاید نمیشه. خب اینجا این چیزی عاید نمیشه، ربطی به سقف و کف روزهای قبل نداره. خب و قابل قبول نیست. اینجا الان یک مورد دقیقا نگاه کنید، دوتا عین همن. من چرا خطر رو پاک کردم؟ ما اینجا یه دونه داریم دلتا منفی، کندل نزولی و بقیه مسائل بعد از یه توقف یه چرخش، اینجا نه. خب تفاوتش چیه؟ عدد این بالانس اینه، این عدد این بالانس نداره ولی یکی عدد این بالانسش قرمزه. خب اینجا عدد این بالانس سبزه. ولی الان چند مورد در نظر گرفتیم که دقیقاً شرایط یکی بود، یعنی کندل نزولی دلتا منفی، دلتا پوک قرمز، بالای کندل رو شادو این بالانس قرمز. عرفاً باید به چرخه یا باید بریزه، اما به خاطر اینو حذفش کردیم. ما دقت کنید الان شما مثلا بر فرض مثال اصل داستان رو بخواید ببینید، نگاه این چیزیه که در واقع من با آندو برداشتم آوردمش. روند نزولی کندل روند صعودی معذرت میخوام کندل بعدی بررسی بشه، روند نزولی توقف یا ریزش. خب اصل داستان اینه و درست هم هست، روند صعودی خب کندل بعدی بررسی بشه، در روند نزولی توقف و ریزش که حالا دیدیم با هم دیگه کلی توقف داشت و کلی ریزش داشت با هم دیدیم. حالا اینی که توقف نوشته رو با هم یه نگاهی بیاندازیم. گاهن این توقفه برای دوستان یه مقدار مسئله است. آقا این توقفی که تو میگی چیه، کجاست؟ حالا من یه مورد از این توقفایی که زحمت میکشه ATAS میده فکر میکنم جلوتر باید باشه به شما نشون بدم. یه مقدار عجیب غریب اون موقعی داخل بازار باشید، سرعت بازارم به شدت اینو ما بهش میگیم توقف. خب منظور از توقف نمیگم اینجا این حالت اتفاق افتاده ها، نه، ولی بریم ببینیم شاید هم مثلا اتفاق افتاده باشه حوالیش. و خب نه اینجا داریم یه دونه، نه این سبز پوکش سبزه، ولی کلا توقف که داریم میگیم منظور توقف اینه. حواستون باشه این صفرهایی که میبینید انواع به اصطلاح SL های فعال شده است، ربات هایی هست که حالا داستان بسیار غم انگیز و طولانی داره که توی وقت ما توی این دوره نمی گنجه. خب پس این از این. حالا جلسه گذشته یه صحبتی هم کرده بودیم در مورد نمیدونم یه جفت ارزی بود، یک یا معذرت میخوام میگم جفت ارز عادت فکر میکنم که اینجا ما دوره های رایگان اینجا یک ارز XRP بود تایم فریم 5 دقیقه و که چرخش رو ما با هم دیدیم. XRP تایم فریم 5 دقیقه و در مورد این که گفتیم که این پول بک خواهد زد، یعنی پول بک شده اولیه ثانویه فلان و به شدت ریزش. بریم یه XRP رو تایم فریم 5 دقیقه با هم دیگه نگاه بکنیم. من اینجا دیلیتش بکنم، باید توی این تاریخچه باشه همین احتمالاً و بریم تو تایم فریم 5 دقیقه یه ریستش کنم و اینم دیروز و تا اینجاها بودیم. خطوط هم کشیده شده کاملا و همونطور که گفتیم این شکست، پولبک اولیه، بلوف، پولبک ثانویه و مقدار ریزشش که حالا
اتفاق افتاده، حالا بعدشو کار نداریم. این چرخش ها چرخش هایی بود که به ما داد که با سیستمی گفتیم آقا این درسته این غلطه و این مسائل. حالا خب دلیل این که گفتیم کندل بعدی بررسی شود رو صحبت کردیم. اصل داستانم حالا به شما گفتم که اینه، منتها من ترجیح دادم تو فیلم جلسه قبل هم ببینید همین کندل بعدی بررسی شود است، مطلب رو قرار ندادم. حالا بریم قسمت بعدی، یعنی این رو کامل برای شما توضیح دادم، به قول عزیزان توضیح واضحات دادم. بریم بر روی شادو ببینیم که داستان چیه. توقف و سپس رشد. بر روی شادوی بالا رو دیدیم، بر روی شادوی پایین و خب اول دنبال این شادو پایین بگردیم. تک و توک شادوی پایین داریم، ولی این که بخواد پوک رو شادو پایین باشه یک کمکی داستانه، اون هم کندل نزولی دارای شادوی پایین، یک کمی تو حالت همونطور که اول فیلم به شما گفتم تو حالت کلستر پیدا کردنش سخته، بیشتر این دوجی ها هستند که اذیت و آزار میرسانند. حالا به هر حال داشتیم دنبال یک کندل با شادو پایین میگشتیم. اگر خاطر مبارک شما باشه، من برای اینکه وقت گرفته نشه یه پوزی بزنم پیداش بکنم، چون کمیابه تو حالت کلستر پروفایل پیدا بکنم، مجددا در خدمت شما هستیم. خب یک مدت کوتاهی من چرخیدم داخل بازار، گشتم ببینم داستان چیه و ما یه مورد اینجا دیدیم. گفتم چون کلستر کردیم خود شادوها از بین میره، حال در حالت کلستر پروفایل اومدیم حالا با یه بدبختی شادو براش ایجاد کردیم و اون سیستمی که حالا جلسات اول دوم رو که ملاحظه بفرمایید هست اینجا کندل نزولی دلتا منفی، دلتا پوک منفی و اینو من پاکش کنم که بهتر دیده بشه بر روی شادوی پایین و اتفاقی که مد نظر هست توقف و سپس رشد. نایاب و کمیابه. این توقف کاملا اینجا مشخصه و نمودار اینه، دقت کنید این توقف و سپس هم رشد. مقدار رشد آنچنانی نبوده ولی قابل قبوله. توی رنج تو حالت رنج پروفایل کاملا این رشد بعدش دیده شده. حالا بعدش ریزششو کار ندارم، این توقف و این رشد قابل قبول هست. و حالا مسئله اینه که یک ایرادی داره این و اون ایراد اینه که جلسات قبلی رو اگه ملاحظه بفرمایید صفر داخل این داستانه، داخل پوک اقلن. خب یه مقدار اذیت و آزار هست و اما حالا چون نیست واقعا خیلی کمیابه، من تو بیت کوین حالا گشتم ندیدم به این مثلا حالا شاید یکی که شادوهای بیشتری داشته باشه مثل الای انگا و اون رو با هم ببینیم که شاید حالا یک کوچولو وقت بگذرونیم ببینیم شادوی پایین به چه صورت هست در الای انکا. حالا دیگه تنظیمات حجمیش رو تغییر نمیدم، ممیزاشو همجوری که میبینید زده. یه نیم نگاهی بیاندازیم ببینیم که شادوی پایین اون هم نزولی هست اصلا، چون گفتم تو حالت کلستر واقعا ما شادوها رو میایم حذفش میکنیم. اینجا هست ولی سبزه، اینجا پوک اصلا داخلشه و حالا یه چند دقیقه وقت بگذرونیم ببینیم که فقط هست. حالا اون مورد رو دیدیم با هم، نتیجهش هم دیدید، بسیار عالی هم پاسخ داد. منتها اون صفره حقیقتش نباید باشه. خب چون وقتی باشه گاهی ما کارا رو میریزه به هم، اصلا نمیتونی شما بگی که مثلا رشد هست فلان یا ریزش هست، یه کمی اذیت کننده است. خب شادوی پایین کندل نزولی. خب ببینم که میشه پیدا کرد توی این. اومدم که توی الاینکا حالا یه مقدار تعداد شادوها نسبت به بیت کوین با توجه به حجم بسیار پایینی که اینجا داریم
البته نسبت به بیت بیشتر اینجا هست. شادو پایین منتها میبینید که این مثلا پوکش دلتاش کامل سبز است، قاعده ما کاملا بیرون هستش. خب عرض به حضور مبارک حضرت شما که شادوی بالاست. ببینیم شادوی پایین، میبینید اینجوریه. اینا ویکندل به اصطلاح یا همون دوجی ها هستن. شادوی بالا الا ماشاءالله، شادوی پایین یکم دیدنش سخته. یه مورد دیدیم، البته مورد دوم داریم بررسی میکنیم. حالا عزیزان اینجا نگاه کن، کندل با شادوی پایین کمه. یه مورد الای انکا اگر به ما بده که ما ببینیم بد نیست منتها خب فکر میکنم باید بریم یه چیزی مثلا مثل دوج رو ببینیم شاید توی اون، چون دیگه آها اینم نگاه کنید سبزه که حالا داستانش بسیار مفصله و شادوی بالاست. خب بریم بررسی کنیم دوج کوین رو، ببینیم که تو این اینسترومنت ها خب بریم بایننس که گفتم بیشترین حجم داره. یه نیم نگاهی به دوج بیاندازیم ببینیم که داستان به چه صورت هست. ماشاءالله این شادوهاش بسیار زیاده برخلاف حرکات بیت کوین. و اگه اجازه بدید من مجددا پوز بزنم که وقت شما گرفته نشه، یه مورد پیدا کنم دوباره برگردیم. خب دوج کوین هم یه مورد اینجا ما پیدا کردیم. کندل نزولی، دلتا منفی، قرمز دلتای پوک همونطور که ملاحظه میفرمایید و این بالانس هم قرمز بر روی شادوی پایین. اما صفر متاسفانه همچنان هست. توقف و رشد اتفاقی که مد نظر هست و رشدش هم همونطور که میبینید حالا ادامه داشته. حالا به هر حال این صفر نباید باشه، یه مقدار اذیت کننده است، ولی حالا این دو مورد که ما پیدا کردیم هر دوتا این صفر بود دیگه. خواهشم پذیرا باشید دیگه، ما رو اذیت نکنید، پیرمردیم. دقت کنید گاهی موقع توی ATS میرسیم. یه نکته بگم در مورد ATS به آخر این داستان میگه خب بقیه چرا ارائه نداده. اینجایی که میذارید رو حالت رنج، این دی کانت رو، تعداد روزها رو حالت اتو درش بیارید و بعد اینجا تعداد روز برید، مثلا بکنید 8 روز، مثلا 9 روز، چه میدونم 10 روز، هر چقدر خواستید و برید اپلای. این خودش میاد این بالا نگاه کنید دانلود نوشته، دانلود میاره آخر بازار، اما کار خودش رو انجام میده و اون تعداد روزها رو اضافه میکنه. دقت بکنید که اگر تنظیماتی که با هم صحبت کردیم جلسات گذشته انجام بشه، این خطهایی رو شما میبینید که این خطها خط روزها هست. این یه روز، این 2 روز، این 3 روز، این 4 روز، حالا این 5 روز، 6 روز و الی آخر. همچنان همطور که ملاحظه میفرمایید روزهای مختلف ما تا اینجا داشتیم، الان یکی 2 روز بهش اضافه شد. حالا توکل تو الله، یکی 2 روز رو هم یه نگاه بیاندازیم با هم، شاید یه کندل
نزولی با شادوی پایین دیدیم که خدا رو شکر هم نیست که مثال کامل بشه. حالا البته مثال رو هم توی دوج کوین هم توی بیت کوین زدیم، ولی با یه کوچولو ایراد. خب نباید صفر اونجا باشه و گفتم که اصلا تو کلستر ما یه مقداری لحاظ این شادو و ساخت شادو در مضیقه هستیم و چون نیست حالا اومدیم دستکاریش کردیم، یواشکی شادو ساختیم که بتونیم شبیه به فوتپرینتش کنیم که بشه استفاده کرد. خب حالا نیست، خدا رو شکر اون دو مورد رو هم دیدیم و این بالانس های قرمز کامل تموم شد، استثناءاتش هم گفتم. انشالله بریم جلسه بعد سر این بالانس های سبز از ابتدا این بالانس های سبز رو با هم بررسی کنیم. گاهن اینها تغییراتی درش هست. چرا؟ به این دلیل که من به شما گفتم نگاه کنید این رو داستانش این بوده ولی ترجیح دادیم که این قسمت به این صورت ارائه بشه. دارم در مورد این بخشی که بر روی شادو بود و امروز صحبت کردیم دارم در مورد اون صحبت میکنم، بنابراین اینا ممکنه تغییراتی بکنه، علتشو گفتم. خب همینقدر برای این جلسه، یه مقدار طولانی شد و بر روی شادوها رو بررسی کردیم، کفایت. متشکرم، موفق و پرسود باشید.